بسیاری از محله‌های قدیم مشهد در یک تصمیم آنی از بین رفت. محله‌هایی که نامشان در سفرنامه‌های بسیاری ذکر شده بود. اما در چند قدمی حرم مطهر زیر گوش خیابان پنجراه بوی تاریخ میزند زیر دماغت. این زنگوله گاویه یا زنگوله شتری بزرگ، اینا زنگوله‌های گوسفندی و بزی اینها و اینا قرزنگ و قرچه است. این خیابان تو را میبرد به 120 سال پیش مشهد، چه میگویم خیلی بیشتر. موسفید کرده 85 ساله مشهدی خودش یک پا تاریخ است. از کودکی به حرفه‌ای مشغول است که حالا تنها خودش و پسرش در کل مشهد صاحب این حرفند. هنر دلو سازی. ما برای شترمرغ، برای گوسفند. ماده اولیه‌اش هم که لاستیک ماشینه. پسرش هم این شغل را دوست دارد هم نه. میگوید درآمدش عالی است اما جایگاهش در میان مردم مقبول نیست. پس خودش را به دوربین ما نشان نمیدهد. میز صندلی میخوان بشینن راحت بشن. از این نسل آدم‌های رو به انقراض در این خیابان فراوانند. حاج سلمان فاضلی. شیوه روغنگیری او که با آن اساری میگویند در تمام مشهد به همین یک حجره خلاصه میشود. پدر منم همین کار بوده، پدر بزرگم هم همین کارا بوده. چون اون زمانه قدیم برق و اینا که نبوده، با همین روغنا که ماها میگرفتیم عرض میشود که چراغا رو روشن میکردن به نام چراغ نور از همو استفاده میکردن. با برهم کشیده شدن و فشار دو تنه درخت روغنگیری انجام میشه و به این روش چون روش سرد هست تمام خواص دانه‌های روغنی به روغن منتقل میشه. خب نمونه‌های زیادی تو مشهد وجود داشته که تو سالهای اخیر هر کدام از بین رفته. در خیابان سرخس صدای آهنگری به گوش میرسد که کار بلد است. بلد است که چطور به سبک زنجیربافی خراسان یعنی بدون جوش و حرارت تنها با چکش و آهن و زور بازو زنجیر ببافد. بافتن. از ویژگی‌های خیابون سرخس اینه که یه چیزایی شما اینجا پیدا می‌کنید که هیچ جا پیدا نمیشه. از جمله این بخوی اسب. این برای بخو، آره. این برای بستن دستای اسبه که نتونه مسیر زیادی رو بره و دور شه خیلی. و مغازه کوچک با ابزارهای ساده روستایی. قالی خرید فروش میکنیم، گلیم این پتکا خرید فروش میکنیم. بله پتک، بله اینا پتک ساق پا. چوپونا میبندن. بله چوپونا کشاورزای میبندن. این نمد نمد چوپان. آره نمد چوپانی. همچنان هستن چوپان. آره اینا کار خودمونه. بله زیاد تمام شهرهای ایران از اینجا میبرن. تبریز، کرمان، شیراز، اصفهان. هنر بی‌بدیل دیگر این خیابان سراجی است. تو را یاد تاخت و تاز اسب‌های زیبا در دل دشت‌ها می‌اندازد. عقدایی پسر تاریخ را در این حجره قدیمی زین می‌کند. این تاریخ روش 1321 بود اگه اشتباه نکنم. چند نفر مثل شما دارن این کارو تو شهر مشهد انجام میدن؟ تعمیرکار کسی نیست، مخصوصا تو حرفه خدا بیامرز پدرم. توی این حرفه شما اعتماد فکر کنم حرف اول میزنن. بله اونم به خاطر این بوده که حاج آقامون رو میشناختن آوردن اینجا. خیلی از این دانش‌ها هیچ کجا ثبت و ضبط نشده و صرفاً این آدم‌ها هستن که اون دانش‌ها رو بلدن. این نگرانی وجود داره که با از بین رفتن این نسل و با از میان رفتن این نسل متاسفانه این مشاغل از بین بره. مشاغل خیابان سرخس مشهد اگر تمام شود دیگر خواندن سفرنامه‌های کهن کار مردم عادی نیست. کار مورخان و تاریخ نویسان است. مریم تکافی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.